میخوایم ثابت کنیم نقیض P و Q معادل نقیض P یا نقیض Q هستش. برای اثبات این هم ارزی یه جدول ارزشیشو رسم کنیم. P Q P و Q نقیض P و Q و یه دونم نقیض P نقیض Q و نقیض P یا نقیض Q. خب P درست باشه یک، Q هم درست باشه، P و Q درسته. نقیضش میشه چی؟ نادرست. نقیض P میشه نادرست، نقیض Q نادرست. نقیض P یا نقیض Q دوتاش نادرست باشه یاشون هم چیه؟ نادرسته. حالا P درست باشه، Q نادرست. این میشه نادرست، نقیضش میشه درست، نقیض P میشه نادرست، نقیض Q میشه چی؟ درست. خب اگر یکی از این دوتا درست باشه یاشون هم چیه؟ درسته. حالا P رو نادرست در نظر بگیریم، Q رو درست. وشون میشه چی؟ نادرست. نقیضش میشه درست، نقیض P میشه درست، نقیض Q میشه نادرست و یاشون هم میشه چی؟ درست. حالا حالت سوم در نظر، چهارم در نظر میگم، دوتاش چی باشه؟ نادرست باشه. پس وشون هم نادرسته، نقیضش میشه درست، نقیض P میشه درست، نقیض Q هم میشه درست، یاشون هم میشه درست. حالا متوجه میشیم که نقیض P و Q معادل نقیض P یا نقیض Q هستش. پس این دوتا معادل هم هستند.